کسی که برای بوسه زدن حجر الاسود این چنین میگوید با اخلاص و صداقت تمام دست اویس شترچران را میبوسد. میگه نه ای اویس، پیامبر نشانی هایی که داده تو هستی. میفرماید پس قبای رسول خدا را به من بدهید تا دعا کنم. قبایش را بدهید تا دعا کنم. قبای رسول خدا را به اویس دادن و فرمودند اویس بپوش و دعا کن. گفت نه صبر کنید، اول حاجت بخواهم بعد بپوشم، که مفت نیست این هدیه. این هدیه به تن کردن مفت نمی کنم، بگذار حاجتی بخواهم و بپوشم. اویس چه حاجت میخواهی؟ از خدا قدرت میخواهی؟ مال و ثروت میخواهی؟ اسم و شهرت میخواهی؟ جاه و ریاست میخواهی؟ چه میخواهی از خدا؟ قبای نازنین رسول خدا را برداشت و رفت دور. خوب که از حضرت عمر و حضرت علی دور شد، قبای نازنین رسول خدا را به گوشه روی زمین گذاشت و خود را به سجده انداخت به درگاه خدا. گفت ای خدا، ای خدا، همه کار خود را کردند و اکنون نوبت توست. به عزت و جلالت قسم که قبای محمد را به نپوشم تا زمانی که امتش را به من نبخشی. ندا آمد، آوازشان را عمر می شنود، علی می شنود. ندا آمد ای اویس بپوش که بخشی عظیمی از امت را به طفیل این قبا به تو بخشیدم. گفت نه پروردگارا، من از تو همه را می خواهم. ندا آمد اویس بپوش که باز هزار بخشیدم. گفت نه پروردگارا، من از تو همه را می خواهم. گفت اویس بپوش که به هزار بخشیدم. گفت نه پروردگارا، من از تو همه را می خواهم. تا در نهایت ندا آمده ای اویس بپوش که به اندازه موهای گوسفندان ربیعه و مضر امت محمد را به طفیل تو بخشیدم. عرض کرد نه پروردگارا، من همه را میخواهم. جامعه رسولت را نمی پوشم تا شفاعت همه را بنمایی. لا اله الا الله. قبای پیامبر خدا را شفاعت میبرد اویس. ای خدا، ای خدا، در این مسجدی که ما هم هستیم قسمتی از قبای رسول خدا اینجاست. ای خدا، همین طوری که شفاعت اویس را به حرمت قبای رسولت در حق بخش عظیمی از گناهکاران امت محمد قبول کردی، الهی این تیکه خرقه مبارک رسولت را به حضورت شفیع بیاوریم. ای خدا که ملت‌های مسلمان را از چنگ ظالمان خودت خلاص کن. ای خدا ملت فلسطین را آزاد کن. ای خدا گهواره مسیح و معراجگاه محمد قدس شریف را از چنگال یهود نجات بده. ای خدا ملت مسلمان و مظلوم چچل را خودت نصرت یاری کن. ملت مسلمان و مظلوم ازبکستان را خودت نصرت و یاری کن. ای خدا ملت مظلوم و بیپناه اهل سنت ایران را هم از چنگال ظالمان خودت نجات بده.
روز عید است یادم آمد که در چنین عیدهایی در مسجد شیخ فیض چه مراسمی داشتیم. در چنین روزهایی در مسجد مظلوم شیخ فیض چه مراسمی داشتیم ای مهاجرین. یادتان هست که چه اشک‌ها در آنجا ریختن نمی‌شد. یادتان هست که به یاد شهیدان چه عزاداری ها که در آنجا می‌کردیم. الهی خانه تو را خراب کردن مولا. الهی قرآن ها را دفن کردن مولا. تکبیر. الله اکبر. الهی صدایی از هیچ مسلمانی در دنیا برای مسجد شیخ فیض بالا نشد ای خدا. ای آنکه سماوات پر از ابر کنی، روزی به دهان مؤمن و گبر کنی، کردند تمام خانه های تو خراب. ای خانه خراب را به کی صبر کنی؟ الهی به مظلومیت مسجد شیخ فیض که یکی ریشه حکومت ملحد ایران را از دنیا بکن. الهی ریشه حکومت ایران را از دنیا بکن. الهی این ملاهای روافض، این دشمنان اسلام و پیامبر و اصحابش را ای خدا رویشان را در دنیا و آخرت سیاه بگردان. ای خدا بیار آن روزی که بار دیگر در مسجد شیخ فیض نماز عید برگزار کنیم. زمانی که می‌بیند حضرت عمر رضی الله تعالی عنه و حضرت علی رضی الله تعالی عنه می‌بینند که اویس دیر کرد و نیامد، می‌روند تا ببینند چه شد. همین که نزدیکشان می‌شود حضرت اویس رو می‌کند به حضرت عمر و حضرت علی و می‌فرماید چرا آمدی؟ چرا آمدی؟ یک لحظه صبر می‌کردید به خدا تا همه امت را نمی‌بخشید اما نمی‌پوشیدم. چرا بی‌صبری کردید؟ آن وقت قبای مبارک رسول خدا را اویس به تن کرد. زمانی که به اندازه موی گوسفندان ربیعه و مضر شفاعت امت را از خدای تعالی خواست و خدای تعالی بخشید. تکبیر. و بعد پرسان کرد حضرت اویس که ای عمر، آیا رو کرد حضرت عمر ای اویس چرا نیامدی تا آن مهتر را ببینی؟ چرا نیامدی ای اویس تا در زندگی رسول خدا را ببینی؟ گفت ای عمر آیا شما او را دیدید؟ فرمود بلی ما دیدیم. گفت نه، شما فقط جبه اش را دیدید. اگر دیدید به من بگویید که ابروهای مبارکش پیوسته بود یا نبود. یک وقت حضرت عمر و حضرت علی متحیر شدن، به صورت هم نگاه کردن. بله ابروهای رسول خدا پیوسته بود یا باز بود وسط دو ابرو؟ حیران ماندن. اینجا چه نکته‌ای وجود دارد؟ معناش این نیست که صحابه در عشق خود به رسول خدا اخلاص نداشتن، بلکه معناش این است که آنچنان در طول مدت این چندین سالی که در جوار رسول خدا و در محضر پرفیض رسول خدا حضرت عمر و حضرت علی و بقیه صحابه بودند، آنچنان به نورانیت محمد غرق بودند که از جسمانیت محمد فراموش کرده بودند.
در نور محمد اینها مشغول بودن، جسم محمد را نمیدیدن. باز اویس پرسان کرد که ای عمر، آیا شما واقعا با محمد دوست بودید؟ گفتند بله، ما دوستان محمد بودیم، عاشقان محمد بودیم، در رکاب محمد بودیم، دلدادگان محمد بودیم، جلوی چشمانش شمشیر میزدیم، در احد در کنارش بودیم. گفت اگر شما واقعا در دوستی محمد راست بودید، چرا روزی که دندان مبارکش در احد شهید شد دندانهای خود را نشکستید؟ روزی که دندان مبارکش در احد شهید شد چرا دندانهای خود را نشکستید؟ اون وقت دهان خود را باز کرد، یک دندان به دهان اویس نبود. حضرت عمر میپرسد ای اویس، یک دندان رسول خدا در احد شهید شد، چرا تمام دندانهای خود را شکستی؟ گفت به این خاطر که نمیدانستم کدام دندان رسول خدا شهید شده است. مقام اویس رو متوجه شدم. حضرت عمر فرمود ای اویس، مرا وصیتی کن. فرمود ای عمر خدا را شناسی؟ حضرت عمر فرمود بله خدا را شناسم. حضرت اویس فرمود پس اگر به غیر او هیچ کس دیگر را نشناسی این برای تو بهتر است ای عمر. او را میشناسی؟ بله میشناسم، غیر او هیچ کس دیگر را در دنیا نشناس. ای عمر آیا خدا تو را میداند؟ گفت بله میداند. گفت اگر غیر او هیچ کس در دنیا به فکر تو نباشد و تو را نداند برای تو بهتر است. حضرت عمر فرمود ای اویس برای من دعایی کن. گفت ای عمر من هر روز میگویم اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، خدا بیامرز مؤمنین و مؤمنات را، اگر تو جزو مؤمنین باشی خود دعا تو را دریابد و الا من دعا ضایع نمی کنم. گفت صبر کن تا در همی بیاورم، مقداری پولی از بیت المال آورده ام به تو بدهم که امرار معاش کنی. دست خود را به گریبان کرده 2 درهم بیرون کرد. گفت ای عمر 2 درهم دارم، ضمانت میکنی که زنده بمانم و این تمام شود؟ اگر ضمانت میکنی که عمر من باقی خواهد ماند تا قبل از خوردن این 2 درهم و بعد از خوردنش برو چیزی بیار. گفت نه ضمانت نمیکنم. گفت پس به پول تو نیازی ندارم. و بعد فرمود اویس ای عمر رنجه شدید، خسته شدید، برگردید که قیامت نزدیک است. برگردید که قیامت نزدیک است. به فکر توشه آخرت خود باشید. من هم برمیگردم که به فکر زاد آخرت باشم. ای عمر دیگه بعد از این نه تو مرا میبینی و نه من تو را میبینم. دعایی کرد از نزد امیر المؤمنین عمر و حضرت علی رضی الله عنهما رفت و کم کم دور شد. خبر این ملاقات در میان مردم پیچید که شتروانی